حضرت امام غزالی در احیاء العلوم روایت میکند، یک قصه آورده است از بنی اسرائیل. یک عابد بود میگه در زمان قبل از اسلام زندگی میکرد از بنی اسرائیل، بسیار خداجو و خداپرست بود. یک روز آمدن نزد شکایت کردن، گفتن درخت داری نداری؟ این مردم محله و دهه شما یک درخت انتخاب کردین، پیش همون درخت میروند، درخت زیارت میکنن، در شاخ درخت بند میبندن، از درخت مراد میطلبند. به غضب اومد، تبر گرفته روانه شد، گفت میرم درخت از ریشه و برش میکنم و میپرتم. این مردم مشرک شدستیان، درخت پرست شدستیان. در راه می اومد که شیطان از سری راهش برمد به صورت یک مرد پهلوان غضبناک. کجا میرای؟ گفت میرم همون درخت از ریشه و بونش برکنم. گفت با او درخت چیکار داری؟ همون عابدی اخته کن، چیکار داری تو با او درخت؟ نامعقول کردی نمیمونم. هر دش با شیطان در افت در افت غلطیدن، دست به گریبان شدن، به خاطر خدا خسته بود. شیطان برداشت تاری سر کرد، در زمین فرو کفتش، در بالای سینه شیشت. تو ملعون، گفت سری رای من گرفته میتونی؟ میرم درخت چپگردان میکنم. شیطان گفت یک مصلحت دارم، اگر قبول داشته باشی انشالله هر دمو با یک گپ بیاییم، همین جنجال و نزاع هم از بین بخیزه، هم به فایده و منفعتی تو است، هم به فایده و منفعتی دین، هم برای مردم فایده دارد. گفت گپ زن. گفت ای همون درخت بریدم و تو چی فایده؟ اینا درخت همی بری، با این مردم نادانی بی سواد با میروان یک درخت دیگر هم تری انتخاب میکنن. تو همه درخت های روی دنیا رو چپا کرده میتونی آخی؟ از او بیا گپی مرا قبول که هر روز 3 دینار هدیت میکنم. همین 3 دینار را در راه خدا نفقه کن، طالب علم را دستگیری کن، یک مسجد نازنین خشرو بساز. 3 دینار هم خیلی پولای. انا از این فایده و منفعت بیشتر میرسه از اینکه تو برای یک درخت چپگردان کنی. 3 دینار طلایی را برآورد، در دستش داد، طلا را دید، دلش گم زد. هر کی هست از فقیه و پیر مرید، هر کی هست از فقیه و پیر و مرید، یا زبان آوران پاک دهن، چون به دنیای دون فرود آمد، به عسل در بیماند پای مگس. هر کی هست از فقیه و پیر و مرید، یا زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرود آمد، به عسل در بیماند پای مگس. قبول کرد، گشت آمد. 2 روز دیگر هم 3 دینار آورد دادش. بعد دیگه دادن بس کرد، دیگه ندادش. روز 4م دید که دینار نیست، با همون تبر گرفته روانه شد. در راه آمد که شیطان سری راهش گرفت، به یک غضب، به یک سیاست. کجا میرای؟ گفت میرم هم درخت چپا میکنم. گفت نامعقول کردی، درخت به صاحبیت چپش میکنی؟ خالتا میکنم. خیال همون 4 روز پیشینه کرد، دست انداخت از گریبان شیطان گرفت که همین تاری سر کرد، برداشت عابد زد و تخته پشت هوش سرش کن. حیران شد، گفت سببش چی است که من 4 روز پیش 2 بار تو پیش غلطوندم، امروز زورم به تو نرسید؟ گفت 4 روز پیش تو به خاطر خدا خستی، غضب به خاطر خدا کرده بودی، از همین خاطر شیطان دیگه سری رایت را گرفته نمیتونست، همون شیطان من هستم. گفت امروز تو به خاطر 3 دینار اومدی، به خاطر خدا ناومدی، هیچ وقت زورت نمیرسه. اذا استعنت فاستعین بالله، اگر کمک میخواهی از خدا کمک بخواه. بس است برادرای عزیز. تو به حال متاسفانه ایجا میخیزند یا پیرم یا علی. این مردم ما اهل سنت و الجماعه، از الله کمک بخواه یا الله مدد بگو. ما مسلمانیم الحمدلله. ببینه پیغمبر بزرگ ما را تاکید داره، امر کرده است اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله.
خداوند ما و شما را در فاتحه تعلیم داد. در سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خواستر عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم، از غیر تو نمیخواهیم. بعدا حضرت صلی الله علیه است. یک برادر به نام محمد ابو صالح جمع‌بست کرده است آثار و آیات و احادیث را و به هم موافق کرده و با جریان تاریخ گذاریده عجیب یک حکم کرده است. واقعا این حکم پیشتر هم بود اما با این شکل سفته در هیچ جا خوردگی نبودم. میگوید بیچاره مردم مسلمان، یهودی ها، نصرانی ها بحث میکنند که یهود این بدبختی دجال آیا تولد شده باشد، آیا باشد در حیات، در قید حیات هست یا نیست. در صورتی که دجال 3500 سال قبل از این تولد شده بود، 3500 سال قبل. دجال در شهر با نام سامریه که از شهرهای فلسطین است به دنیا آمد، در عائله یهودی ها که اصلشو از اصفهان بود است، اصبهان، از ذات یهوذا، از قوم یهوذا. تا 5 سالگی میگوید مثل شخصی فلج شده بود، یعنی حرکتی سریع نداشت، با پشت راست ایستاده نمیتونست، گپ نمیزد. مردم میگفتند این فلج است، از خوردیش فلج شده است. حتی که پدر و مادر از بحرش گذشتند. حاکم شهر سامریه از بس که دید که همون کودک بیچاره را پرتافتیان، تحت معونت سرپرستی خود قرارش داد و او را تربیه کرد. در سن 5 سالگی اول سخنی که به زبان آورده است در 5 سالگیش بوده است. در 5 سالگی حرکت های اولینه یاد گرفت، قدم زنی را. چند زندگی کرد. از بس که شهر سامریه مثل شهر صدام، مثل شهر گمارا، شهرها را میدونید، شهرهای قدیم بودن در شام که قوم لوط علیه السلام در همین شهرها زندگی میکردن و لواطت و حرامی وقتی که از حد گذشت خدای تعالی به جزا گرفتارشو کرد، همه را به خاک یکسان کرد، تمامی سرنشیناش همه هلاک کرد. و همین شهر سامریه هم شهر لواطگرها بوده است، شهر زیناکارها بوده است. وقتی که جای لواطت رواج مییابد، وقتی که جای زنا، حرام، ریباخوری رواج مییابد، البته غضب خدا بالای اون مردم مستولی میگردد. برادرای عزیز فراموش نکنید، البته به غضب خدا گرفتار میشود. اذا ظهر الزنا او ربا فی قریه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. صدق الله العظیم، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله میگه که وقتی که در محل، در مکان، خواه شهر باشد خواه دیه، زنا و ریباخوری رواج یابد، آشکار شود، مردم این سرزمین غضب خدا را به دست خویش در بالای سر خود میارند، البته به غضب خدا گرفتار میگردند. و این شهر سامریه هم که مکان فاسقه و فاجرا بود، به غضب خدا گرفتار شد. اما از بس که این دجال در آینده با اون نقشه‌هایی که خدای تعالی کشیده است باید یک فتنه باشه، این نجات داده شد، به یک جزیره برده شد از جزیره های اقیانوس هند و در همون جزیره تحت سرپرستی یک حیوان با نام جساسه که این حیوان به گاو شباهت داشته است اما به نهایت سرپشم. در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است به حد سرپشم بود که با لفظ احلم پیغمبر او را نام گرفته است، یعنی سر تا پا همه پشم. حتی میگه سرش از مقعدش فرق کرده نمیشه، پیش ای قفاش فرق کرده نمیتونستن، ای دسته پشم بسیار شد.
همه حیوان بزرگش میکنه، در یک غار بزرگ بشوه. زمان جوانیش در همونجا گذشته است. بعدا وقتی که بزرگ شد، کلان شد، در سن 30 سالگی با تعلیم جاسوسه یک روز در نزد همون جزیره که در اون جزیره مردم زندگی نمیکردن، نیابیتای استروف بود است، یک گلخانه میگریاند، 3 شب و 3 روز نگهش میدارد. یک کشتی همون گلخانه دیده و به نزد جزیره میآید و دجال میبینه خودش تنها در اون جزیره زندگی داره. همون را در کشتی سوار میکنند، خارجش میکنند. مدت ها مملکتگردی و شهرگردی میکند. بعدا میآید به شهر مصر که تمدن مرکز تمدن بنی بشر بود در زمان فراعنه. به چشم خود دید که فرعون ها چی نوع حکمرانی میکنند، دید که مردم عوام بیچاره ها در نزد فرعون سجده میکنن، فرعون حتی نعوذ بالله خدای زنده میگن. همه در قلبش در اومد. از من جوانی در آرزوی افتید که کاش زمان شود که من پادشاهی تمام مردم تمام عالم شوم و مردم در پیش من سجده کنن. یعنی فقط پادشاه عادی نه، نعوذ بالله پادشاهی که او را خدا میگویند. در اینجا با قوم بنی اسرائیلی پیش اقرباش وا خورد. در مبارزه هایی که حضرت موسی علیه السلام با فرعون برد، اینم شریک بود، همراه بود. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل از شر فرعون نجات داد، از مصر خارج کرد، در همه اینا شاهد حال بود. از چشم خود دید که چنان فرعون آب غرق کرد با تمام لشکرش. بعدا وقتی که در ته بودن، در ته، و حضرت موسی به خاطر آوردن الواح تا اینکه به بنی اسرائیل اثبات کند بدبختا را که آخی من از جانب خدا گپ میزنم. ببینه این مردم احمقه که حضرت موسی چه معجزه های براشون نشان داد، بازم شک دارن، بازم شبهه داشتن. گفتن یا موسی اگر از نزد پروردگار برای ما چیزی نیاری ما سخنی ترا قبول نداری. این بدبختا عصای حضرت موسی را دیده بودن، عملشان ید بیضا را دیدن، غرق شدن فرعون دیدن. اما این مردم بدگمانی بدگهری شکاک ببینه با او را اکتفا نمیکنن. از این خاطر حضرت موسی به کوه طور رفت. از نبودن حضرت موسی استفاده برده همه دجال به قول محمد ابو صالح که در قرآن به نام سامری یاد شده است، در سوره طه در 3 موضع نام سامری را خداوند ذکر کرده است. این سامری میگه همون دجال است. از نبودن حضرت موسی استفاده برده و تلاواری هایی که بنی اسرائیل از مصر آورده بودن، بعضیش به کار به عمل حلال و بعضیش به حرام و دزدی، همونا را جمع کرد، از دستشان گرفت، آب کرد و یک گوساله درست کرد. بار پای که خداوندی حضرت جبرئیل دیده بود، از ایزی حضرت جبرئیل یک کف خاک گرفت در داخل هم گوساله انداخت که وقت شمال میوزید از داخل همون گوساله یک صدای مثل باع خارج میشد. گفت ای مردم بنی اسرائیل، نعوذ بالله خدای موسی و خدای بنی اسرائیل همی است. از بس که موسی گوبش کرده است، فراموشش کرده است، این همی گمراه شده است، گشت است، نعوذ بالله. در پیش همی سجده کنی. و این بنی اسرائیل که ببینه بسیار حساس هستند، بسیار حریص هستند به دنیا، به جواهرات، به مال و زر زیور. گوساله طلایی را دیدن که باع میگه، در پیشش سجده کردن. حضرت موسی آمد حتی حضرت موسی را خداوند خبر کرد که تو در اینجا بند هستی. گفت در صورتی که قوم تو گوساله پرست شدین. حضرت وقتی آمد احوال دید چنان به غضب آمد. حضرت موسی بسیار شخصی قوی بود و بسیار شخصی در دین متعصب بود و بسیار غضبناک بود. وقتی غضبش بالا میگرفت دیگه خشه اداره کردن نمیتونست. هارون برادرش که اکش است، از خودش کلان است،
از موی سر ریشش گرفت تکانید به زمین کشانید. گفت تو کجا را نگاه میکردی؟ من تو را برای چی مانده بودم در اینجا؟ وقتی که مردم گوساله پرست شدین، وقتی الله پرست ها گوساله پرست و صورت پرست شدن، تو چی کار میکردی؟ حضرت هارون از این ظلم موسی به افاقه آمد. گفت یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادر گفت از ریش سر از موی سرم نگی، سرم تو عیبی من نیست. من ترسیدم که حاضر اگر اینا را جزا بدم تو میگوی در میان بنی اسرائیل تفریقه انداخت هارون در نبودن من. از این خاطر من اینا را کاردار نشیدم که خودت بیای حکم کنی. حضرت موسی سامری را صدا کرد. گفت چی کار کردی بدبخت؟ گفت یا موسی همون پای که من دیدم حضرت جبرئیل که به تو وحی می آورد، از بس که می دانستم پای که الهی است، از همون ایزی پاش اندک خاک گرفتم در داخل گوساله انداختم. گوساله صدا کرد. این مردم جاهل در پیشش سجده کردن. با وجود همه قدر غضبی که حضرت موسی داشت جزاش نداد. حضرت گفت فاصحب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس. گام شو گفت برا تو در حیاتت گفت به هر چیزی که برخری لا مساس میگوی، یعنی به من نرس. و هر چیزی که ترا ببینن اونا را هم لا مساس میگن که ما را به دست نقل. و این عالم حکم میکنه. ببینه میگه حضرت موسی چرا این مرد که با شکنجه گرفتار نکرد؟ همون قومی که گوساله پرست شدن به غضب خدا گرفتار شدن، حضرت موسی امر کرد 70,000 نفرش به قتل رسید. 70,000 نفر. اما شخصی که سببگاری گوساله پرستی قوم شد، حضرت موسی گفت فاصحب برا گفت پیش من. جزاش نداد. چرا؟ زیرا حضرت موسی میدونست که این دجال است. حضرت موسی که پیغمبر خدا است میدونست که قتل این به دست یک کس فقط واقع می شود، به دست حضرت عیسی. از این خاطر گفت برا. اگر حضرت موسی نمیدونست که این دجال است قومش میکن. این موسی است که به یک مشت در مصر یک نفر از قبطی ها را کشته بود. شما قصهش میدونید. این موسی هست که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی اجلت رسیده است، من به خاطر قبض روحت آمدم، یک مشت میزنه حضرت عزرائیل. حتی در خبرها آمده است که چشمش آویزان میشه حضرت عزرائیل. پس چرا این سامری را چیزی نگفت؟ زیرا میگه این همون دجال است. دجال که بود حضرت موسی گفت فاصحب خارج شو گم شو. بعد خارج شدن از نزد حضرت موسی ملک سرزمین های زیادی را تماشا کرد، با مردم آشنا شد، حیله و دسیسه ها را یاد گرفت. یکی از همون حیله و دسیسه ها تشکیل کردن گروه های مسانی. درباره مسانس که لاجا شما اطلاعات دارید؟ میدانه مسان ها چی هستند؟ یعنی یک تشکیلات مخفی پنهانی که وقتی که نماینده هاش در رو شرکت میکنن همدیگر را نمیشناسن، نقاب در رو کشیده میشینن در مجلس، فقط هم سردار شده دیگر را میشناسن. بار اول در تاریخ مسان ها را دجال تشکیل کرده است و همه گروه های مسانی در ابتدا از بنی اسرائیل ساخته شدند. دجال بنی اسرائیل قوم یهود را عسکر اساسی خود قرار داده است در مبارزه بر ضد بنی بشر، خاصتا مسلمانان. و همه گروه های مسانی مقصد اینا چی است؟ مقصد اینا آن است که به این گروه ها شخص های سرنفوذ با ثروت دعوت میکنن، جلب میکنن. آهسته آهسته به همون کش خود وقتی که در آوردن، از بس که پولی به حد کلان است، میبینن مثلا در سرزمین مملکت جوانهای با خیرت و عاقل موجود هستند.
یعنی چی؟ یعنی در مکتب ها میگردن نگاه میکنن، در مکتب های عالی میبینن که کدام دانشجو کارآمد است کدامش نیست. بعدا همون جوانای کارآمد جلب میکنن، خاصتا که جوان استودنت با پول تامین میکنن، مزد معاش میتن، شرایط امکاناتش میتن. بعدا برای آن که صاحب وظیفه شوه و کریر کنه کمکش میکنن و از میان مردم همون سرزمین الیت حاصل میکنن، گروه های مخصوصی مسانی خودشونه. آخر الامر وقتی که همون شخص به سر قدرت برداشتن، یگان وزیر شد یا از او بالاتر وقتی که پادشاه یا سرزمین شد، خدا میتشو همون ملک سرزمین گویا که دجال ضبط کرد، در زیر تصرف قدر آورد. متاسفانه امروز در عالم گروه های مسانی به نهایت زیاد هستند. یکی از آن سبب ها که مثلا مسلمان ها به هم دیگر بیگانه هستند، پروا ندارن، فلسطین میزنن، مصری هاش پروایی ندارن، متاسفانه در همین است. افسوس، صد افسوس که ما نمیفهمیم، غضب میکنیم. چی سبب باشه؟ چرا این جوان مرگان نمیخیزن؟ چرا لااقل صدای اعتراض خودشون بیان نمیکنن؟ برای آنکه بسیاریاش مسانن، لشکری دجال هستند، به امر دجال کار میکنن. از کجا سر صدا بلند کنن؟ از کجا؟ اما قصه مورچه را من برای این تو گفتم، هر کس عقلش نمیگیرن. و این دجال تا زمانی تولد حضرت عیسی گشت، سرزمین های همین اطراف بحر میانه زمین همش ضبط کرد، گرفت، دستخط کرد. وقتی حضرت عیسی تولد شد، آمد به شهر نزارت، به اون مکانی که عیسی تولد شده است. بعدا وقتی که حضرت موسی به بیت المقدس آمده بود، نزدش آمد، در بیرون در استاد، در بیبلی آمده است که یک مرد را داخل خانه میفرستد که خب بگو اگر تو پیغمبر هستی، دعوای پیغمبری داری، در پشتی در کی ایستاده است؟ حضرت عیسی گفت در پشتی در انتی خریست ایستاده است، دجال. انتی خریست یعنی که در زبان بیبلیت دجال انتی خریست میگن. ما دجالش میگیم به او خاطر که پیامبر دجالش خواند. دجال در زبان عربی به معنای کذاب، یعنی دروغگو، بسیار دروغگو و مکار می آید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بدبختا و کافرایی را که نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرده اند در تاریخ و شاید در آینده هم بکنن، همونا را با نام دجال یاد کرده است. در جامع السنن ترمذی اومده است، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماید انه سیکون فی امتی الدجالون الكذابون 33. حضرت میگه که دجال های کذاب دروغگو در امت من 33 نفر ظهور میکنن. کلهم یدعی انه نبی و انا خاتم النبیین و لا نبی بعدی. هر کدامش ادعا میکنه که من پیغمبر هستم، در صورتی که من خاتم پیغمبرها هستم و بعد من دیگه هیچ پیغمبری نیست. یعنی که پیغمبر همون دروغگوها را، شخصایی که دعوای پیغمبری میکنن، با نام دجال یاد کرده است. از این خاطر ما همون انتی خریست دجال میگیم. یا بابای حجی میگه که خرید دجال چی میشوه؟ ای پرتوی خر تونه خدا بگیره او خره. این بیچاره مردم حالی هم منتظر استودیان که دجال به خر میآید. دجال دیگه در استریبیتلا میآید، در راکت ها میآید، پرتوی که دیگه خراتونه. او خری دجال که مقصد خر است که بر ضد خدا خروج کرده است، خر است که بر ضد خدا ظهور کرده است، به این معنا میآید. اما ببینید به حد مکار است بدبخت که قوم بنی اسرائیل که به چشم خود معجزه‌های حضرت موسی را دیدند، بنی اسرائیل که اکثر پیغمبرها از میان اونا خارج شدند، چی نوع گمراه و گوساله پرست کرد. پس ما و شما باید احتیاط باشیم. ببینید یک بدبختی به سعادت در خوجند ظهور کرد، یک به سواد جاهل، فامیل شریف بود والله اعلم، نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرد،
بعضی مردم او را با خونه هاشو دعوت میکردن که پیغمبر خدا به خونه ما تشریف بیار. نعوذ بالله. در عصر 2021 گفت موسی با یک مردی خیال که بدندش از شکاوت و زلال، صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان این خلقی کریم، 100,000 معجزه دیدی زی من، صد گمانت می فیزود و شک زن. حضرت موسی وقتی غضبش کرد یک نفر از بنی اسرائیل از یوخش گرفت که آخی لعنت خدا بر تو، گفت ای ملعون کافر، آخی تو در پیغمبری من شک داشتی، اینقدر معجزه ها را از من دیدی، هر کدامش با تنقید و با شک شبهه از مینه سرت میگذروندی. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. اخوان سوخته یک گوساله، یک ساحر جادوگر با گفت تو در پیشش سجده کردی. چه نبودی بدگمان در حق او؟ چه نکردی شک؟ کنون ای زیشت خو، و چرا تو در حق او بدگمان نشدی؟ که شاید یکون حیله باشه. برای چی در سرت در پیش یک بت گذاریدی؟ پیش گاو سجده کردی از خری، کرد گشت عقلت سیدی سحری سامری. سامری خود کی باشد ای سگان، که خدای برتراشه در جهان. در پیش یک گاو از روی خری و احمقیت میگه سجده کردی. وقتی خری دجال میگن یعنی خری احمق است که دعوای خدایی میکنه. نعوذ بالله. شما خیال نکنید که او دجال در بالای خر میآید. این گپور حسد و پرتوی. همین لفظ خر در یگان حدیث نه اومده است، در یگان نص شرعی نه اومده است. این مردم بیچاره ولی منتظرن که دجال در بالای خر سوار میآید. ما خود دیگه در خر سوار نمیشیم، دجال که حکمران جهان شود در خر سوار میشه. گاوی زرین بانگ کرد، آخر چی گفت؟ کحمه خان را این همه رغبت شکفت. حضرت موسی را غضبش میکنه، آخر رو تو درگور میگه این باع گفت. اون باعی او شما چی عبرت گرفته که در پیشش سجده میکنه؟ آخر ما کلام خدا را میاریم، حکمت خدا را میاریم، پند نصیحت خدا را به شما میاریم. این یک گاو باع گفت. چی گفت است که این قدر شما خر شده در پیش سجده میکنه؟ ولی متاسفانه یک گروه در بین ما پیدا شده است، دعوای تصوف عرفان میکنن و به حد جاهل هستند که به قبر پرستی مبتلا گشتیان. قبر پرست شدیان، خدا پرستا قبر پرست شدیان، مسجد روها قبرستان رو شدیان. افسوس صد افسوس. و دلیلشو چی است؟ میگن شیخای ما و پیرای ما دلشون میلرزونن. کش ما دلتون بلرزونه. یک نفرش گفتم ما خدا جان تماس کنه، رقص ها تمام اعضای بدنشون رو میلرزونن. حیفی نیدی؟ بعد همو رقص ها رو هم پیر میگیره، شما شیخ میگیره. وقت ای سر تمون بی عقلای بی فراست. در دنیا هر یک ساحر جادوگر است، خاصتا در هندوستان. همین مگه های هند، یاگه ها حیله های میکنن. در جا ششتگی در تلویزیون نشونش میتن، همون کرسیش از زمین 1 متر میخیزه. با در پیشش سجده میکنی که این کار دیگر رو کردن نمیتونن. سبحان الله. حضرت امام شافعی گفت اگر شیخی را دیده که در آسمان میپره یا در بالای آب میدوه قدمش تر نمیشوه، مغرور نشوه به او که ما اول ببینه که متابعتش به قرآن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا چه حد است. گمراه نشوه. ما هم تاکید میکنم که بچه عزیز گمراه نشوه، احمق نشوه. اکثر مردم از مسجد بیگانه میکنن اینو. شخصی که قوم مسجد است آیسته آیسته گم میشود، دیگه از جماعت دور میشود. چی کار میکنی؟ در خانه میشینم ذکر میکنم. و ذکر در سرت مونه، ذکر در مسجد بیا در پیش مردم بکن. این دین جماعتی های.
خب قصه خودمون دوام میتیم که وقت کم است. قصه کوتاه. وقتی که حضرت عیسی شناختش گفت این انتی خریست است، دجال است، بر ضد حضرت عیسی شور و شر برداشت. آخر الامر کار به حد کشید که حضرت خداوند عیسی علیه السلام به آسمان برداشت. شما میدونه این قصه را. و بعدا با شروع کرد در میان مردم نصرانی چنان فتنه های انداخت که امروز دین نصرانیت به 2000 فرقه های متفرقه جدا شده است. ولی یهودی ها خدا را یهوه میگن. یهوه در بعضی روایات شیخ های ما اومده است که یهوه یکی از نام ابلیس است. ابلیس پرست شو کردیم. تمام کوشش برای چی است؟ ما زمین باید آماده کنیم تا وقتی که همون مسیح یعنی همین دجال میآید او را به خوبی بپذیریم، قبولش کرده بتونیم. چرا در دنیا پراکنده میشوند؟ به اختیار خود میشوند؟ هرگز نه. یک برادر حاجی قصه کرد، حاجی فیض الله خدا عمرش دراز کنه، گفت در همین افغانستان با وجود همین قدر جنگ هایی که بود، در زمانی حتی همون طالبان اومده بودن جنگ ها بود، در غزنی، در شهر غزنی بسیار یهودی ها رفته بودن، 2 نفرش مونده بود، برای همون سینگاگشون نگه داشتن. این همین قدر جنگ ها اونا در همون شهر بودن. در تمام دنیا نماینده هاشو هستند، زیرا که مکانی که امر فرمانی دجال به اوج میروه همین سینگاگ است. عسکری دجال هستند بنی اسرائیل. متاسفانه اکثریت چو خودشو نمیدونن. وقتی که امر شد که فلان جا کوچ برو، حتما میروه. او دیگه حقوق سرکشی نداره. چرا امروز ما حسد میبریم که این قدر اینو به مرادهاشو میرسن، در کجای چی کاری بخواهم بکنن؟ زیرا که یک کماندیر زنده دارن. کماندیر اینو دجال بسیار زیرک است، بسیار با تجربه است، ثروت دنیا را همه را در زیر تصرف خود در آورده است. شاید کسی سوال کنه که آخه این دجال نخواست 3,500 سال زنده مونه، چی جای تعجب داره بچه‌ها؟ چی جای تعجب داره؟ وقتی که خدای تعالی به ابلیس علیه لعنه مهلت داد تا قیامت زنده میمونه، در صورتی که دیگر جنها تولد میشوند میمرن، ابلیس سبب اینه که تا روز قیامت زنده است. وقتی که خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام مهلت داد، حضرت عیسی زنده هست، ولی قبل از وقوع قیامت حضرت عیسی به زمین میآید و این دجالی بدبخت به قتل میرسونه. پس چی جای تعجب داره که خداوند متعال به یک شخص به خاطر فتنه مثلا همین 3,500 سال 3,000 سال عمر نده؟ ما و شما اکثریت ما الحمدلله میگیم که خضر علیه السلام زنده ای، حضرت خضر، هیچ جای تعجب نداره. در حدیث اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث ها صحیح ترین حدیث هم از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که حضرت ابو سعید خدری روایت کرد، گفت یأتی الدجال و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه. وقتی که دجال میآید، میگه اندک پیشتر بدویم، وقتی که دجال میگه میآید یعنی آشکار ظاهر میشود، خچ آشکار نعوذ بالله پیغمبر اعلان میکنه و بعدا خدا اعلان میکنه. خدای تعالی بر او حرام گردانده است از سرحد مدینه عبور کردن. دجال تمام ملک ها را تصرف میکند غیر مکه و مدینه، بر روایات صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و غیر دمشق که در اوجا مسلمان ها تحت سرپرستی مهدی در محاصره بودن، دیگه تمام ملک سرزمین ها را ضبط میکنه. اگه دجال میگه مدینه میآید به خاطر تصرف مدینه، اما خداوند از بس حرامش گردونده است در اومده نمیتونه. در روایت اومده است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لها یومئذ 7 ابواب علی کل باب ملکان. در همون روز مدینه 7 در داره
در هر درش دو ملائکه خدا، دو ملائکه پهلوان قرول ایستادیان که دجال ندروید. وقتی که دجال نزول میکنه در نزدیکی مدینه، یک مرد از شهر مدینه خارج میشود. حضرت میگه هو خیر الناس، بهترین مردم به در عصر زمان. میآید نزد دجال، به دجال مراجعت میکند، میگوید اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه. من گواهی میتم که تو دجال هستی، تو همون دجالی بدبختی هستی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی او را به ما کرده است. دجال با گرد اطرافیاش مراجعت میکند، به مردم حوالی مدینه مراجعت میکند. وقتی که دجال نزد مدینه میآید، در حدیث اومده است که 3 بار مدینه میلرزه، سخت میلرزه. تمام فاسقا و منافقا دیگه شهر ترک میکنن. از ترس دجال نه، مدینه منوره برای خارج ساختن این همه حرامی ها، این همه فاسقا و منافقا میلرزه. دجال به همین فاسقا مراجعت میکند، میگه ارایتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر. ببینید میگه اگر من همین مرد آوازی بکشم در پیش چشم تو، بعد از نو زندش کنم، آیا شما نعوذ بالله در خدایی من شک داره؟ شک میکنید؟ در جواب میگن نه، اگر بکش زندش کنی ما میگیم تو خدا هستی نعوذ بالله. فیقتله ثم یحییه، میکشش از نو زندش میکنه. اینا استدراج میگن. وقتی که زندش میکنه، این مرد به دجال نگاه میکند، میگه والله ما كنت فیک والله ما كنت فیک اشد بصیرة منی الان. قسم به خدا میگه یقینم باز بیشتر شد که تو همون اعوری کذاب هستی، تو همون دجال ملعون هستی. ایلا هر قدر که دجال کوشش میکنه دیگه کشتش نمیتونه. امام مسلم حدیث آورده است و در پایانش میگه و قال ابو اسحاق یقال ان هذا الرجل هو الخضر علیه السلام. میگه ابو اسحاق، یکی از راویای حدیث، ابراهیم ابن سفیان، گفته است که همون مردی که بر ضد دجال برآمد و با دجال مراجعت کرد، من گواهی میتم که تو دجال هستی، این خضر علیه السلام بود. آن همون لحظه ده خضر علیه السلام به شهادت میرسه، شهید میشود. پس چی جای تعجب داره که اگر دجال عمری مدید دیده باشه؟ هیچ جای عجبت نداره. خب قصه کوتاه. وقتی که نصرانی ها را متفرق ساخت، فتنه و نیرنگ های زیاد کرد، آخر الامر مانده می شود. به خاطر استراحت به همون جزیره ای که در اوجا بزرگ شده بود، کشتی سفر بر کرده و می رود. وقتی در ساحل فرمد، کشتی ها رخصت میکند، خود می آید که جاسوسه همراه 20 نفر ملائک خدا که به صورت آدم ایستاده بودند، با زنجیرهای بسیار غوث منتظرشند، از دست پاش میگیرند، در همون غاری که تولد شده بود در همون زنجیر بندش میکنن، میبندنش. این ساعت تولد حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. حضرت در همون وقت تولد شده است. مدت 63 سال دجال زنجیربند بود. امام مسلم در صحیح خود، مسلم ها میدونه نه بچه ها، انشاءالله قوم مسجدی ما خوب میدونن، صحیح مسلم در پهلوی صحیح بخاری است. صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان حساب میکنن. این کتاب هایی هستند که در اینو یکون حدیث ضعیف نیست. یک قصه را آورده است، قصه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمیم داری. همه قصه جاسوسه ای که گفتیم، من این را از خودم نمیگم، این از حدیث برای تو گفته استم. با گمان نکنه که همین فانتزیاش کرد رو آورده و از خودش چیزی لق داره. منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای افسانه گویی نیست برادرای عزیز. یکی از صحابه های پیغمبر با نام تمیم داری
که اصلش از فلسطین است. حتی میگن که زاهد فلسطین اردن بوده است، بسیار شخصی بزرگ بود. این سردار نصرانی ها بود، یک کشیشی بزرگ بود. سال 9 هجری میوه مسلمان میشوه و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصهش میکنه. در حدیثی در صحیح مسلم اومده است که فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت میکند، بار میگه نماز خواندیم در مسجد نشسته بودیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد همه که در جهاتو بشینه، الا مصلاکم، هیچ که گفت از جاش تکان نخوره. بعد حضرت میگه بالای منبر برآمد، تبسم کرد، گفت میدونی برای چی من تو کردم؟ این برادر مو تمیم داری مسلمان شد، سال 9 هجرت بود و این برای من یک قصه را کرد، یعنی همون چیزی را که من برای شما تحذیر میدادم همون را این با چشماش دیده است و ثبوتش برای شما بازم بیشتر از زیادتر می شود. و قصه کرد. تمیم داری میگوید در کشتی نشسته بودیم، سیری بحر داشتیم، ناخواست دریا طوفانی شد، کشتی من دیگر رهگم زد. وقتی که صبح شد و طوفان قرار گرفت دیدیم که در نزدیکی یک جزیره هستیم. همون زورقی که در پهلوی کشتی است زورق گرفتیم، در زورق سوار به جزیره خارج شدیم. کشتی های کلون به جزیره نزدیک نمیشوند، شما میدونید نه؟ اگر پورت نباشه، زیرا که خوف اون است که یک خرسنگ کلون است در زیر آب، اگر در خرسنگ بزنه کشتی و زیرش سوراخ شود تمام او کشتی از کار میروید، سرنشیناش غرق میشوند. از همین خاطر کشتی در بین بحر لنگر میپرتوید، در همون جایی که مثلا چقر است بعدا در زورق ها سوار میبرویند. در زورق سوار میگه خارج شدیم به جزیره، یک حیوان آمد بسیار پشمینه، حتی میگه سرش از قفاش فرق نمیکردیم که کدام طرفش سره کدام طرفش قفا، وقتی که خم شده و علف میچری. حیران شدیم، گفتیم سبحان الله این چی هیکلی مهیبه. ناخواست به زبان در اومد، گفت شما کی هستی؟ به زبان انسانی میگه، در جواب گفتیم ما یک قوم از عرب هستیم. تو کی هستی؟ به فکرم گفتیم تو شیطانی، نخواه گاو گپ زنه. گفت شما به همین غار داخل شوه، در داخل این غار یک شخصی هست بسیار احتیاج به صحبت شما داره. ما از یک طرف ترسان که این شیطان نباشه یگان زیان ما برسونه، از طرف دیگر وقتی که این سخن شنیدیم بسیار میل رغبت ما بیدار شد. از این خاطر به غار میگه رفتیم، دیدیم یک شخص بسیار موی سری جنگیله داره، یک چشمش اعور با زنجیرها بسته شدگی در دیوار. نزدش آمدیم، گفت شما چی کسید؟ گفتیم ما یک قوم از عرب هستیم، از بنی لخم و بنی جزام. میگه سوال کرد که شما را به خدا قسم نخلستان بیسان آیا هست؟ گفتیم بله هست. گفت ولی خشک نشدی اخر موش؟ گفتیم نه. گفت تا زمان او نخلستان خشک نشود من آزاد نمیشم. سوال کرد از یک بحر دیگر، بحیره، از یک حوض دیگر که آیا آبش خشک نشده است؟ گفتیم نه، آبش جاری است. از یک چشمه دیگر سوال میکرد، گفتیم الحمدلله مردم از آبش استعمال میکنن. بعد گفت پیغمبر آخر زمان برآمد؟ گفتیم بله. افسوس صد افسوس وقت تنگ است، اگر من کلمه های حدیث براتون میگفتم خیلی راحت میکرده.